درود بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه‌های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه. محمد گندم نژاد طوسی معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از 1 سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روخانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت در سال 1372 در مسابقات بین المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی همکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقه‌مند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه‌های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در شاید هم هنوز هست. پرونده‌ای براش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخواد تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآنخوان خامنه‌ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواد شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینید، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن غیر از نماینده‌های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثالهم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن. اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. این اول مختصر آشنا شیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش. همین 4-5 سال پیش به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه. عرض به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی‌های بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون، یعنی من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن آقای طوسی، محمد گندم نژاد طوسی مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن، یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایویی برای شما برداریم اینجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخر بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم،
شروع کردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوکه های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم ایشون مدام فقط حرفای سکسی میزدن که من متوجه شدم که این من باب تحریک و تشویق به فساد بود که میخواستم من تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من، تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که 2 اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم و اینها. ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکرد، من تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعدشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا. بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن و اینها. بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا حرفای تحریض کننده میزد و اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورت نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم، به صورت دمر خوابیدن. گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم، شما ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها. خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا. چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن اینها، ما با هم راحت بودیم و اینا. سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاریای نوجوان میگفتن به من اونجا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید به پدرت نگی این مسائل رو، بعدن با تبر میاد سراغ من. این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته. ما برگشتیم و اینا. از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم بله میشون ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم.